واتساپ کاش سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم یه ویدیوی شعبده بازی رو بهتون آماده کردم ببینیم که چه شکلیه. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم خوشحالم می‌کنم اگه ویدیو رو لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم تپ کنید و بریم سراغ ویدیومون و ببینیم که بازی چه شکلیه. خفنه و هیچ چی دیگه. بریم ببینیم که چه شکلیه. Let's go. بچه‌ها کارتا رو من میتونیم بریم دسته بیننده، هر چقدر دوست داره میتونه بور بزنه کارتا رو، هیچ مشکلی نیست. خب بعد که اینجا من کارتا رو بیام ببیننده هر چقدر دوست داره یه دونه‌شو بردار از هر جای دست دوست داره، مثلا اینو برمی‌داره، من اینو به شما نشون میدم و خودم نگاه نمی‌کنم. بعد حالا من اینو میذارم البته. خب ببینید شما من پایینم اینجا دیگه کارتا رو میذارم. ای چرا خب حالا من اینو میندازم اینجا، این کارتم میذارم اینجا، اینم میذارم روش. حالا با هر چقدر دوست دارم میتونم بر بزنم و کافی یه بار دیگه من باز کنم کارتا رو و نتونستم پیدا کنم یه بار دیگه جمع کنم باید اینجور باز کنم. این کار الان اینجا دیده شد. حالا باز این بار هم دیده نشد. چرا خط داره میرنگ به سرباز زنگ بزنم. الو سلام داشت، خوبی؟ سلام داداش، ببخشید من میگفتم کارت بیننده که الان من دارم ویدیو میگیرم که دیدن اینا چی بود؟ من خدایی ندیدم. آها دستت درد نکنه مرسی. پس میگه که این کارتتون شیشه پیک بود. امیدوارم که درست در بیا. پایم برگردم ویدیو رو ببینم درست در بیا خودش کنم. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوستان آموزش این بازی رو بدم حتما تو کامنت رو بنویسید و منم حتما بهتون آموزش میدم. خب بچه‌ها دستتون درد نکنه که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم میگم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم تپ کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. پیس اوت.